خب سلام علیکم وطن من بوتویم تقا اماکی بابا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام. شیرینی شما رو شده گشت میگیرم. فهمیدید مردمی تاجیک این تاریخی هزار ساله ها داره. دانشمند علم از مردمی تاجیک برام دیگه برادرها. تمامی جوانات تمامی خون خاکی تاجیک را متحد سازید. بر یگان خمیشهش نمانید. من هر یک خونی منی بهادر جان جوانوی بهشونده گشت میگیرم. فهمیدی تو؟ تاجیک بود تاجیک میموند تاجیک میمورد. فهمیدی تو؟ پس جمع کنید متحد شوید هر یک خاک و زمینی ملت تاجیک از هر دشمنی عجبی جفاکشانه کشیده گیرید. فهمیدید؟ ما تاجیکیم، ما فارسیم، ما تاریخ داریم، ما ملت داریم. حکومتی دیوس بعد دیوس ها رو نگاه نکنید. فهمیدید؟ دیوس همه وقت دیوس میمونه. نامرد همه وقت نامرده. خونی گرمی جوانی ملت تاجیک در پناهش متحد کنید که بپا خیزد. فهمیدی تو؟ ما هر یک تا برآمده جانب داری کرده سخنوی بسیار خونگرمی جوانی شما دیده گشت گرفته گشتیم. هر شب گوش میکنم. خدا صد ساله باشین تاقا دبوله سرمون ملت تاجیک متحد شد، فارس متحد شد، افغان نگو، کلابی نگو، پامری نگو. این تاجیک های، این تاجیک خونش تاجیک، ملتش تاجیک، دینش دی اسلام ها. و دیوس و متهم و دیوس و غر و جلب است اطاعت نکنید. خونی گرمی تاجیک نگاه دارید. فهمیدی تو؟ ما هر یک تا برآمدی شما خواه گروه 24 باشد، خواه پیام اسلام باشد، همشه دیده گوش کرد. با خلاصه اون داشتم گوشت میگیرم که همین خیل جوانای خونگرد، همین خیل گرمی غیور در وی ما هست. این گم شدگیش نه قرغیزای نه دشمنی عجبی بود که همین تریتوری های تاجیک و ملت تاجیک کشته گرفتن. 100 ساله ها جوانای متحد کنید. 100 ساله ها متحد کنید. یک دقیقه 100 ساله ها دشمنانی تاجیک مبارزه بردگی هستند که تا که تاجیک غرور تاجیکیش شکنن و بگیم که ناموس تاجیکیش گم کنن، به ناموس سازن این ملت. اما مادران این ملت تا این روزه هر شب و روز فرزند بناموس به دنیا میارن، تربیه ناموس میتن و شیر مادرای ما خودش یک شیر ناموس است که این فرزندان هم خیلی کلان میکنه. خاص در درونشیت دتا اکوش من با تمامی همه جوانو با تمامی ملت تاجیک من فرق نمیکنم و گروه 24 پیام همش تاجیک است و برای خون و ملت و مرز دولتش این سخنهای جسورانه گفته ایستاده. یگان چیز به ترس و هراس نکنید. باید که متحد شده نامو در کن. هر یک وجبی زمین ملت تاجیک ما پایانداز کشیده داشته نامو در کن. خونی گرمی تاجیک ما داشتن در کن. این همه نصیحت، این همه خونی من بجاش آمده ایستادن. این تهمت و این غیوری و این بسری ملت تاجیک تا این 100 ساله ها آوردن. ما تاریخ داریم. ما 1000 ساله این تاریخی ملت تاجیک حالی با یگان ملت دیگه تقدیر ندارد. ما باید اینو حفظ کردن در کن. این منبع رو باید نگاه داشتن در کن که در آینده فرزند و نبیره و عبیرامون داند که ما کی هستیم، ما در کجا هستیم. شما با یک کسری کمی دیوس اطاعت نکنید. ما دین داریم، دین اسلام، پیغمبر داریم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که جان برای ملتش داد، جان برای ما انسان کردن داد، خون و جفای خودش برای آدم سازم، ملت سازم، یک تربیت‌ناک آدم سازم. در جهان آدمی بهترین، در دنیا آدمی بهترین بود.
ما این را از فراموش کردن ما در کار نیست. من با شما فخر میکنم، با تمام ملت تاجیک هم مراجعت کردم میگم که گنده و نگوید تو تاجیک هستی، تو فارس هستی، تو افغان هستی، تو ایران هستی، تو فارس زبان هستی، خونی گرمت کتی دیوس نشو، جلب و غر نشو. فهمیده؟ ما غیوریم، ما حلالیم، ما اسلامیم، ما مسلمانیم. بهتره من اینا با تمامی احساساتی بدنی هم توشم. این پیغام یک خبر است. اگر شخصی که دیوس مون و دیوس تگی پا هست، ملت تاجیک تگی پا هست، وقتش دیوس ملت تاجیک داد، زمینی تاجیک داد، فارس و زمینت غیور کرد. ما باید از همین جانب در تمامی اجتماعی خبرهایی و باید همه طرف متحد باشیم. شعرهای غیور بسری حاکمیت و بسری قدرت و بسری وظیفه ها گذاریم. ما این رو کار کردن، نه اینکه برده همه را این گنده این نقد در تک پای و به طرفان گذاریم. من با تمام احساساتم، با تمام خونی گرمم گفتم که جان در تنم باشد که من جان ملتم رو میمورم. فهمیده؟ این سخنهای ازگم نکنید. جوانایی که من یک چند بار همین بسیار مراجعت های بهادر جان بسیار وگاش میکنم، خونم جوش میزد. بهادر عمرت دراز باشد، چون این جوانا عمراتون دراز باشد، ریسکاتون فراز باشد، غیور باشد، غیور مرید. مردن در سری همه هست، لیکن وطن، ملت، شیر این دیگر است. این ما فخر کردن ما در کن. تا این درجه این قرقیزات تگی پایو و کرم این گنده نخ پارچه پارچه دوده این دیوسیگری دیوس آقا من خاکی نیست داشتم. من رستم بیک تخم تارش. فهمیدیده؟ من با این احساساتم اشمان عذر میگم. نه این پیغام شما تاقا جون پیش گپ کنه. تاقا جون پیش گپ کنه. جوانای خوندار، جوانای شجاع، من به همه مراجعت کردم میگم، به همه دوست میدارم. آن آدم را دوست میدارم که آن غیور، جسور، شجاع باشد. نه آدمی که نه بگفتی روسا که نی ریبا نمیاسه. شستیارکا آدمی که ملتش میفروشد، نقش ویش میفروشد، خلقش میفروشد، یارش میفروشد و انسان نه، و انسان نه، انسان هم بوده نمیتونه. در این سال زمان از همه ویش ضروریش شجاع باش. مردک مور، جسور مور که نامد مرد که برای ملتش، برای خونی گرمی زمین و زمانش مرد. نه اینکه اولاد تخم تارش بیوان مرد، دیوس مرد. کدامش بهتر؟ یک روز باش مرد باش، یک روز باش مرد باش. گپای شما تاقا جان مرا اونجا همه خیلی با قواتی میتاکی ما دامیرم تا آخر خون ما میسم برای که با دیلم برای ملت میسواد، دیلم برای وطن میسواد. تاقا جان برادرها، ما همتون به مراجعت کردیم میگم که در تاریخ دیوسا ملت فروخت، دیوسا زمین های تاجیک های فروخت، دیوسا این کار کردن. مردی غیور هیچگاه کردگی نیست. همین یک تاریخ من مثال میارم از استراوشن رستم بیک، یک بسیار مرده که شجاع بود، یک همین تا زمین و تاوی دمه زده دشمن اجنبی را برآوردگی بود، خونی گرمی استراوشنی بود. اینی کن حاضر بعضی جوانو میبینید دیوسای یک تا گپش رو خونش رو یک جوی وای بکنیم تو دیوسی ترس بورچی موری مرده میگیری، در جویت میموری. برادرها من عذر میگم. تشکر. ریسک فرا میگم وقتی عزیزی شما رو گرفتم، نه که ملت رو، خلق رو سرجم سازید، ملت رو ملت کنید، با تمام
وجودی معنویاتش با تمام وجودی خونی جوشی ملیش اینه جسور کردن کو تربیه کردن کو انا بعد ملت نشد در هر یک جا سخنش رو میگوید در هر جا با غرور گم میزند نه تگی پای و ترس و حرام مرد باشی مرد میمردگی باشی میمردی یکی دیوس نشو جلب و غرق نشو بله سر مزارت سر قبر منزل و مکانت نفروش اون آدمی که ملکش میفروشد منزلش میفروشد و غیر اجنبی میدهد اون مرد نیست دیوس دیوس سلام علیکم تشکر امک خدا نگهبانت باشد آقا خدا نگهبانتون باشد هزار رحمت بر سخنان گرمتون دعای نیک میکنم تشکر